بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بشر و بشارت یا خوشخبری بتی الذین، به کسانی که آمنو ایمان آورده‌اند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنند، ان یقینا که لهم برایشان هست جنات، باغهایی که تجری جاری هست من تحتها الانهار، از زیر آن باغها جویبارها. کلما، هر وقت که رزقو رزق داده می شوند، منها از آن جنت یا از آن باغها، من ثمرت از کدام میوه رزقا روزی، قالو می گویند هذا الذی، این است آن چیزی که رزقنا روزی داده شده بودیم ما، من قبل و قبل از این، و اوتو و داده می شوند یا آورده می شود برایشان بهی، به می میوه های دنیا، متشابهن هم شکل. ولهم، و برای جنتی هاست، فیها در جنت، ازواج مطهره، همسران پاک، و هم و همی جنتی ها فیها در جنت خالدون، برای همیشه می باشند. ان الله، یقینا که الله سبحانه و تعالی، لا یستحی، باک و پروا و حیا نمی کند، ان یضرب، این که بیان بکنه، مثلا مثال را، ما بعودتن، مانند یک پشه، فما فوقها، یا بلندتر و بزرگتر از پشه. فاما الذین، پس اما الذین، کسانی که آمنوا ایمان آورده اند، فیعلمون، پس میدانند که انه یقینا آنچه را که الله میگوید الحق و حق است، من ربهم، از جانب پروردگارشان. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کافر شدند، فیقولون، پس میگویند که ماذا اراد الله بهذا مثلا، ماذا چی چیز اراده نموده هست الله سبحانه و تعالی بهذا مثلا، به این مثال ها، یضل، گمراه میکند، بهی، به واسطه امین مثال ها، کثیرا، بسیاری از مردم را، و یهدی، و هدایت میکند، بهی، به آن، کثیرا، بسیاری دیگر را. و ما یضل، و گمراه نمی کند، بهی، به واسطه آن، الا، مگر، الفاسقین، انسانهای فاسق را. الذین، کسانی را که ینقضون، نقض میکنن یا میشکنن، عهد الله، پیمان الله را، من بعد میثاقه، بعد از عهد و پیمان بستن و میثاق کردن، وعده کردن. و یقطعون، و قطع میکنن، ما آنچه را که امر الله، و امر نموده است الله، بهی، ان یوصل، به آن که آن را وصل بکنن،
و یفسدون و فساد میکنن فی الارض در زمین، اولئک همین گروه مردم هم الخاسرون ایشانند خسارت شدگان یا نقص کنندگان. کیف تکفرون، چه قسم شما کافر میشین بالله به الله، و کنتم و در حالی که بودید امواتا مرده ها، فاحیاکم سپس زنده کرد شما را، ثم سپس یمیتکم میمیراند شما را، ثم سپس یحییکم زنده میکند شما را، ثم سپس الیه ترجعون به سوی الله رجوع میکنین. هو الذی، الله ذات است که خلق نموده است لکم برای شما، ما فی الارض آنچه در زمین است جمیعا تمامی، ثم سپس استوى الی السماء قصد نمود به طرف آسمان، فسواهن پس مساوی خلق کرد آسمان ها را، 7 سماوات 7 آسمان، و هو و یقینا که الله بكل شیء به هر چیزی که هست علیم داناست. دیروز الله سبحانه و تعالی بیان کرد انواع عذاب را که برای کافرها هست که دوزخ هست، و آنچه که در هیزم از انسان ها و سنگ ها بود. واقعا وقتی انسان عذاب الله را و دوزخ وقتی که درباره دوزخ میشنوه، انسان بسیار متاثر میشه، انسان مؤمن. لکن رحمت الله جل جلاله این قسم است که الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه عذاب خدا بیان میکنه، باز به خاطر رحمتش جنت و نعمتهای جنت هم بیان میکنه، تا ای که تسکین و آرامش باشه برای انسانهای مسلمان. و بشر الذین، و بشر و بشارت بده الذین کسانی را که آمنو ایمان آورده اند، و عملوا الصالحات، و تنها نیست که به ایمان اکتفا بکنن بلکه اعمال صالحه هم میکنن. یعنی بعضی کسا هستن که میگه ما مسلمان هستیم، خدا مهربان است، برو برادر اگه نماز خواندی یا نخواندی، روزه گرفتی یا نگرفتی، اخلاق خوب کردی یا نکردی، خداوند میبخشه. اما قرآن عظیم شان تو نمیگه. قرآن عظیم شان چی میگه؟ میگه و بشر الذین آمنوا، و بشارت بده کسان را که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، در پالوی ایمان چی کردن؟ اعمال صالحه هم کردن. برشان چی بشارت یا خوشخبری بده؟ ان لهم، یقینا که هست برای از اینا جنات باغها، یعنی برای انسانهای جنتی باغهایی است که تجری جاری می باشد من تحت الانهار، از زیر درختای ای باغها نهرها یا جویبارها. کلما، هر وقتی که رزق داده می شوند جنتی ها، یا رزق می گیرن منها از امی جنت، من ثمرت از کدام میوه رزقن کدام روزی، قالو می گوین هذا الذی، این میوه ها همان رزق است که رزقنا من قبل، روزی داده شده بودیم ما من قبلا، و اوتو بهی، و آورده می شود یا داده می شود بهی به امی میوه های دنیا متشابه، یعنی جنت الهی که است میوه هایش مثل میوه های دنیا هست، مثل همین میوه هایی که در دنیا هست، اینمی قسم میوه ها برای جنتی ها داده میشه. ولکن در آیات دیگه میگه که باز در جنت میوه هایی است که هر قسم که هنوز قلب انسان او را، یعنی چشم انسان ندیده و قلب انسان هم درباره از او فکر نکرده. یعنی میوه های جنت به نهایت زیاد است که بعضی از این میوه ها مشابه با میوه های دنیا هست، لکن در لذت و مزهش فرق میکنه. مثلا ما و شما یگان دفعه اگر یگان برادرایی که طرف های میدان وردک هستن برای ما سیب بیاره،
اون مزه خاص داره. اما این سیبای چنایی که در کابل فروخته میشن این یگانه که میگن مزهش کاوارست. به این خاطر رنگشان یک چیز است لکن مزهشان چی میکنه؟ فرق میکنه. به این خاطر میگم میوه های جنت که است یا باز از نگاه لذت نسبت به میوه های جنت لذتشان و ذائقهشان و رنگشان و بویشان زیباتر و برتر است. ولهم و برای جنتی ها فیها در جنت ازواج همسرهای هستند مطهره، همسرهای پاک هستند. ازواج مطهره چرا گفت؟ به خاطر ازی که اکثرا همسرایی که در دنیا انسان می داشته باشه بعضی از عیبهای می داشته باشن، یا حیض می داشته باشن یا نفاس می داشته باشن یا بعضی از چیزایی می داشته باشه که اونا و قدر پاک نمی باشن. اما میگن در جنت ازواج همسرایی می باشن که از تمام این عیبهایی که همسرای دنیایی دارن از این پاک هستن. خب شاید بعضی از جنتی ها تو تصور بکنن یا کسایی که مؤمن هستن بگه والا این جنت که هست شاید یک چند روز بر ما باشه، با چند وقت بعد بگن که شما برین رخصت هستین بستان از دیگه، مثل که آدم یگان دفعه یگان جای میمان می باشه یگان هتل وقتش پوره میشه باز میگه که براین. از این خاطر الله جل جلاله از رحمت خود میگه که نه، این نعمت های جنت که است موقتی نیست بلکه چی است؟ و هم و امی جنتی ها فیها در جنت خالدون، برای همیشه می باشه. این حال تصور جنت انسان چه قسم بکنه؟ ما یک وقت در افغانستان وقتی که در یگان هتل می رفتیم فکر می کردیم شما تصور بکنید جنت مثل یک هتل است که خداوند رو خلق کرده. حالا شما در می هتل ها بریم، یک هتل است در کابل، میری یک هتل که در سر چوک عادی افغانان است، نان میخوریم، این بسیار امکانات کم داره. من فکر میکنم شاید جنت هم اما تو مثل از دیوار باشه. لکن یک روز در اینترکانتیننتال رفتیم، اونجا که رفتیم دیدیم که اوه یک اینترکانتیننتال بسیار لوکس است، میوه هایشان و غذاهایشان از چندین مملکت غذاهایش بود. تصور کردیم که شاید امی جنت هم مثل امی هتل اینترکانتیننتال باشن. رفتیم صاحب در دوبای، اونجا که در هتل رفتیم بازی اینترکانتیننتال از زیاد ما رفت. اونجا که بری ما که از افغانستان رفتیم خب طبعا اینجا بوتای آدم خاکپر می باشه و میدان هوایا اینجا خاکپر از لباسای ما هم خاک و گرد و درا. مجردی که در داخل یه هتل شدیم امی فرشای از تو ساخته شده بود که امی گرد و خاک امی بوتای ما پاک صفا پاک شد. و آدم دیوالای از یک قسم چیزایی را مانده بودن که خودش هم تا عطر واره پاش میکرد که ما خود به خود سعی کردیم اون پیشرخ ما بیخی قرمه بوی میدادم. حالا چطور؟ اما تو بسیار لوکس بوی میدم. پس تیار همین قسم ساخته شده بود. وقتی که غذاها را رفتیم سیل کردیم که در افغانستان میگه یک کورا کباب بیار یا 6 سیخ یا 10 سیخ برات میاره، اونجا دیدیم که نه بابا، هر جایی که سیل میکنیم مینو را میاره، حالا سیل میکنیم که خدای پاکی 40 قسم 50 قسم غذا را چه قسم بخورم خدا یا اشتیا را که یا مرد. به این خاطر انسان که سیل میکنه و این کارمندای زیر میبینه و این دو اتاقش که میری تختا را سیل میکنیم، تعجب کردیم که سبحان الله این بیخی عجیب و غریب است. از اون رفتیم صاحب به ترکیه، اونجا در یک هتل رفتیم، اونجا که سیل کردیم که زمستان است. ما در زمستان ترکیه رفتم در اونجا والا گفتن در ترکیه بسیار خوب اوضاعست. ما گفتم در اوضاع ترکیه و بازی نمیشه، حالا خود زمستان است. حالا سیل میگیم که یک نفر ازم کلکین اتاق سیل میکنم که یک نفر خودش که بچه‌های خردش این تو خودترک او بازی میکنه. ما گفتم عجب مردم هستن در این زمستان در یک شتا او بازی میکنه. گفت نه این قسمی نیست، اینجا تیار در هر هتل آب گرم است، میتونید دوادی که برف هم ببارن دهوز بریم او بازی بکنیم. پس وقتی که این چیزها را دیدیم، وقتی که درام میریم، حالا ما میگیم راه بریم، میگه نه ضرورت نیست، فقط در سر زمین پیاده رو که داخل شدی خود به خود حرکت میکنن. در زینا وقتی که میریم زینا هم سر به خود حرکت میکنن.
پس انسان هیچ نوع احساس خستگی نمیکنه. او اینجا در فکرم شد که وقتی که یک مخلوق تانسته، وقتی که در هتل میره میگه این غذای فرانسوی، این غذای ایتالوی، این غذای سینگاپوری، این غذای کابلی پلو و کابل افغانی است، از هر قسم غذا هست. پس من گفتم وقتی که انسان ها تانستن این قسم بر یک هتل بسازن، تصور بکنید که جنت الهی چه قسم است. او خودش تمام نعمت هاست که انسان تصور هم کرده نمیتونه. خب فقط انسان هم کنه که بگه پروردگارا این جنت نصیب ما بگردان، که در او جنت بریم ان شاء الله تعالی. باز نعمت هایش بسیار زیاده. آیت شریف دیگه چی میگه؟ میگه ان الله، یقینا که الله سبحانه و تعالی لا یستحی، پروا نمیکنه یا باک نمیکنه یا حیا نمیکنه ان یضرب، مثلا این که بیان بکنه مثال ما بعودتا از یک پشه، فما فوقها، یا بلندتر از پشه. وقتی که در قرآن عظیم شان مثال از پشه ذکر میشه، شاید یک نفر بگه این پشه چیست که مثال میگه، لکن انسان‌های متخصص و دانشمند میفهمند که این فیزیولوژی و آناتومی و فیزیولوژی پشه اینقدر دقیق و قوی هست که با اونمو کوچکی خود دارای خواص بسیار زیاد میباشه. از این خاطر متخصصین زراعت وقتی که یک زنبور میگن پرسان کردیم، گفتیم این زنبور اصل وقتی که حرکت میکنن چند کیلومتر دورتر میره تا که گل پیدا بکنن و از اون شیره را بگیره. سوال پیدا میشه که صندوق‌ها را بعضی اوقات نقل میکنن از یک منطقه در منطقه دیگه، این چطور همین چیز خدا پیدا میکنه؟ باز علما میگن که نه خیر، شما اگر توجه بکنید متخصصین میفهمن که خود همین زنبور در هوا یک سرک برای خود میسازه. وقتی که سیر میکنه یک خط هوایی در هوا میسازه که تا اونمو 2 کیلومتر دورتره که میره، پس که امو شیره گل گرفت پس آمد راه خود در بو خط پس منظم میه و قدرت الله سبحانه و تعالی. دیروز مثال براتون گفتم بسیاری کسا خواستن در یکی از کشورهای غربی که یک پشه بسازن. پشه چیز گفت بسازن. وقتی که پشه را ساختن، بالای از زیره و مثلا حرکت از زیره و ماشینی که در هوا پرواز بده و کل چیزای از زیره با مثل از پشه را مطالعه کردن، ساختن. پرزاهای از که خلاص شد، وقتی که نصب کردن دیدن که اوه یک پشه ما می ساختیم، این به اندازه یک هلیکوپتر شد. پس به قدرت الله تسلیم شدن که گپ سر از این است که چه قسم به پشه ساختن بازی در همه خورترک که ای بتانه که کل سیستم را. از این خاطر میگم بسیاری چیزای کسایی که در انرژی اتمی کار میکنن میبینن که اما آنچه که در دیگه حجرات است در یک حجره کوچک اتمی که حتی با میکروسکوپ دیده میشه، در او هم امو پروتون و نیوترون و الکترون گپا کلش هست. این کل از این جابجا کردن در یک حجره بسیار کوچک، این قدرت بسیار بزرگ میخواد که قدرت خالق متعال جل جلاله است. از این خاطر لوی پاستور وقتی که میکروسکوپ کشف کرد و میکروب دید، پرسانش کردن که تو به وجود خالق متعال عقیده داری؟ گفت بله، ما بعد از اینکه میکروب کشف کردم عقیده ما به وجود خالق متعال 100 چندان شد. 100 چند شد که چی خالق با عظمت است که وجود انسان خلق کرده و در هر قسمت وجود هر مخلوق یک حکمت است. حالا مثلا وقتی ما سهل میکنیم، مثلا این بچه که سعی کنیم بعضی اوقات این چرا ابروهاش در اینجاش هست، چرا انسان ابرو داره؟ شاید شما تصور کنید این ابرو چی به درد میکنه، لکن اگر انسان دقیق فکر بکنه او خالقی که مهربان است بر ازی چشم خلق کرده، در سر چشم ازی ابرو را مثل ناوا واره خلق کرده. چرا؟ اگر اینمی عرقهای سر ازی در چشم ازی بره چشم کور میشه، لکن خالق متعال با مهربانی خود چی کرده؟ چشم اول یک چخوری خلق کرده. چرا در چخوری خلق کرده؟ به خاطر از اینکه چشم انسان اگر در اینجا می بود یا در اینجا می بود، میگه نه اگر این در چخوری نمی بود در اینجا می بود، یک وقت تکر میکرد این چشم کور میشد. لکن بسیاری وقتا میگه که چشمش سرش چرخیده لکن چشمش سالم است. پس ذات حکیم است که با حکمت خود چشم خلق کرده در داخل چخوری. بادی چشم چرا در سرش ابرو را خلق کرده؟ به خاطر از اینکه ابرو مثل چی واره میباشه قاری صاحب؟ ناوا وارست. همین عرقهای بالا رو کلش به طرف راست و چپ چی میکنه؟
عرقنه من داخل چشم بره، باز کدام قطرهش پایین میره، پلکاسه که توسط پلک این پایین میره. باز چرا در داخل چشم آب شور است؟ به خاطر از اینکه انتی بیوتیک داره، چیزای شور. این دکترها خوب میفهمن، ضد میکروب است. از این خاطر در چشم اگر یک چیز میباشه دکتر سر باز این چیز فوراً این میکروب ها را اینمی آب شور از بین میبرن. اگر آب دهن در چشمت می بود چشم زود کور میشد، از بین میره. پس چی خالق است که در چشم انسان، در سر انسان یک چشمه آب شور خلق کرده، یک چشمه آبی که او بیمزه هست. آب دهان مزه نداره، نه شور است نه شیرین، با شور میشه و با شیرین میشه. اما در گوش انسان آب چی است؟ آب تلخ است. آنچه در عالم است در آدم است. هر شی که په دنیا کده انسان که هم است. اینه به این خاطر قدرت خالق متعال است. از این خاطر الله جل جلاله میگه که شما اگر مخلوقات بسیار کوچک ذره را هم ببینین، در او هزارها حکمت خالق متعال برای انسان پیدا میشه. آن کس که تو را شناخت. از این خاطر اگر انسان در وجود خود فکر بکنه، بازو نماز بسیار با خوبی نماز خدا میخونه. چرا؟ یک دکتر طب نسبت به یک قاری قرآن نماز بسیار خوب دقیق میخونه. چرا؟ قاری صاحب از روی تیوریک میخونه، اما قاری دکتر صاحب پرکتیک قدرت خداوند متعال به شکل عملی میبینه. چه قسم میبینه؟ که هر روز در لابراتوار دکتر میبینه که یک انسان در 24 ساعت 200 کیلوگرم اکسیژن نیاز داره. هر کیلوگرم اکسیژن $1 است. 200 کیلوگرم روزانه $200 الله برای تو تنها هوای خالص برای تو دادن. اگر همی اکسیژن مفت نمی بود و هر کس یک ظرفی از اکسیژن در پشت خود نگاه میکرد، چقدر مشکلات انسان میده. لکن خالق متعال اینمی اکسیژن برای ما و شما مفت رایگان در هر جایی که بیری تو تنفس میگیریم. 5 دقیقه که اکسیژن قطع شود، متخصصین طب شما پرسان که این انسان زندگی کردن نمیتونه. از این خاطر یک دکتر صاحب میگه یک بچه جوان بسیار خوشقواره را در شبخانه آورده بودن، این اکسیژن نرمال گرفتن نمیتونست، اکسیژن مصنوعی برش میدادیم. هر دقیقه در هر 24 ساعت برش 200 کیلوگرم اکسیژن میخریدن. $200 $200. گفت زندگی از یا بیخی تباه شد. او وقت گفت من فهمیدم که الله سبحانه و تعالی چه ذات حکیم و مهربان است که برای ما هر روز در هر جای اکسیژن مفت خلق کرده و در خدمت ما قرار داد. از این خاطر میگه آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند. در اینجا ان الله لا یستحی، الله باک نمیکنه یا پروا و حیا نمیکنه یضرب مثلا ما بعودتن، که ای که بیان بکند مثال از یک پشره فما فوقها، یا بزرگتر از پشره. چرا؟ که در وجود هر کدام از این هزاران دلیل به قدرت خالق متعال است. و اما الذین آمنوا، پس اما کسانی که ایمان آوردن، فیعلمون، میدارن که انه الحق، و همین گفته ها حق است، من ربهم، از جانب پروردگارشان است. این خو حق است، برای ما الله قدرت خود نشان میده. و اما الذین کفروا، و اما کسانی که کافر شدن، فیقولون، پس میگوین ماذا اراد الله بهذا مثلا، زیاد فلسفه میگن و سوال میکنن ماذا اراد الله، چی اراده کرده الله بهذا مثلا، به این مثال ها. اونا دی جر بحث میکنن و جنجال میکنن به عوض از که قدرت خالق متعال در وجود خود ببینن، در وجود حیوانات ببینن، در وجود خزنده ها ببینن، به عوض از که سر از این فکر کنن. اینا باز اینجا زیاد جر بحث میکنن که چرا اوتر است و این چرا اوتر است. یضل به، گمراه میکند به واسطه این مثال ها کثیرا، بسیاری از مردمایی که اونا بسیار ماجراجو هستن، و یهدی و هدایت میکند بهی به واسطه کثیرا، بسیاری مردم را، و ما یضل، و گمراه نمیکند بهی به واسطه آن الا الفاسقین، مگر انسان های فاسق را. انسان فاسق کسی است که به حق تسلیم نیست، به قرآن تسلیم نیست. اول در مجلس قرآن نمیشینه، یعنی نفسش اتبع یک شیطان مبدل شده که اجازه نمیده که در مجلس قرآن بشینه و قرآن بشنوه و معنای قرآن بشنوه. این که شما در این جلسه قرآن ششتین شکر الله را بکنید، بزرگترین نعمت الله هست.
که انسان توفیق داده. ما شما در هر رکعت نماز چی میخوانیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. پروردگارا ما را هدایت کن. این هدایت چی است؟ یعنی ما را توفیق بده به راه راست. بسیاری کسا حق میفهمه، توفیق رفتنش نداره، میفهمه که حق است باطل، لکن توفیق رفتن حق نداره، به طرف باطل میره. پس همین که انسان الله توفیق میده که در مجلس قرآن بشینه، در مجلس ترجمه قرآن بشینه و تفسیر قرآن یاد بگیره، در مجلس دین بشینه، این بزرگترین نعمت الله هست که از این نعمت بسیاری مردم ها محروم هستن. احیانا شما یک جای میرین 500 نفر هست، از بین 500 نفر الله توفیق برای 40 نفر میده درس قرآن بخونه. همین 40 نفر باید چی بکنن؟ شکر الله را بکنن که پروردگارا شکر که برای من توفیق دادی که بعد اینجا شیشتم. اگه نه توفیق نمیداد، حالا وقت رفته بودی تلویزیون چالان کرده بودی، روزه دادانش موسیقی میشنوه. روزه خوی قسم است که گوش انسان باید روزه دار باشه، زبان انسان روزه دار باشه، چشم انسان روزه دار باشه. اگر کس چشم و گوش و زبانش و قلبش روزه دار نباشه، الله نیاز نداره به اینکه انسان مثلا دان خود بسته بکنه. اگر تنها داستان بسته کردن باشه، آدم میتونه که مثلا گوسفندم در دانش یک چیزی که پرتو هم پوز بنده، صبح بسته که تا شام غذا نمیخوره، آب نمینوشه. اما روزی مسلمان چی است؟ که کل اعضای بدنش روزه داشته باشه. پس چطور روزه دار است که اینجا دانش روزه دار است، چشمش خواندنا را، گوشش خواندن میشنوه، بر زبانت هم گویا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ چی فایده میکنه که مثلا تنها دان خدا والا آب نخوردیم دو میزنه، دشنام میته. از این خاطر شما جوانا و نوجوانا فکرتان باشه که وقتی که روزه بود زبانتان حفظ بکنین از دو زدن، از دشنام دادن، از گپای بیهوده، از مذاق بیجای، از شنیدن موسیقی و ساز، از دیدن فیلمای مبتذل که انسان گمراه میکنن. روزه ای نمی است که کل اعضای بدن انسان روزه دار باشه. خب این حالا کی گمراه میشه؟ کسایی که فاسق هستن. فاسق کی است؟ که او را خداوند توفیق هدایت نداده، حق میفهمه، در حق رفتن نمیتونه، میفهمه که قرآن سر ما حق داره، لکن در مجلس قرآن شیشته نمیتونه. خب الذین، فاسقا کی هستن؟ الذین کسایی هستن که ینقضون عهد الله، که میشکنانن عهد خدا را. عهد چی است؟ عهد با الله. امی که ما شما کلمه خوانیم، یک عهد کردیم با الله. کلمه چی معنی؟ لا اله. برای الله گفتیم که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. با طریقه کی، با روش کی ما به الله خدا نزدیک میسازیم و بندگی الله میکنیم؟ با طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر میگه محمد رسول الله. اینمی که انسان کلمه میخونه، این تعهد کرده با الله که پروردگار من عبادت تو را میکنم و قانون تو را تطبیق میکنم. پس چه قسم تو میتونی عبادت الله را بکنی و از کتاب الله بیخبر هستی؟ چه قسم میتونی قانون الله را تطبیق بکنی و تو قانون الله که قرآن است معنایش نمیفهمی؟ پس فاسق کسایی هستند که ینقضون، میشکنن عهد الله، عهد و پیمان، من بعد میثاقه، بعد از اینکه پیمان کردن به الله، عهد کردن که ما اطاعت تو را میکنیم، عبادت تو را میکنیم، قانون تو را تطبیق میکنیم. بعد از اینکه کلمه خواند و این عهد کرد، پس این عهد میشکنن، میره قانون شیطان تطبیق میکنه. داروسی خود ایوازی که قانون الله را تطبیق بکنه، قانون شیطان را تطبیق میکنه. سازنده، رقاصه، رقص، بی‌حیایی، کلش در مجلسش میباشه. پس اینی فاسق است. الذین، کسانی که ینقضون، میشکنن عهد الله، عهد پیمان الله را، من بعد میثاقه، بعد از عهد بستن و میثاق بستنش، و یقطعون، و قطع میکنن ما امر الله به ان یوصل، آنچه را که الله گفته که وصل کنین. الله میگه نماز بخوان، این نمیخوانه، پس یک عهد خدا را شکستان. الله میگه روزه بگی، روزه نمیگیره. الله میگه با دشمن الله دشمنی بکن، یک تازو دوستی میکنه، عهد الله را شکستان. الله میگه با دوست الله دوست باش، یک با دوست الله بدبینی داره. اینجا چی است؟ این کلش در حقیقت چی کرده که عهد و پیمان با الله شکستانده. الله میگه در مجلست باید اونجا قرآن باشه، در مجلس خورشید داروزید باید قرآن بخوانی، داروسید باید علما صحبت بکنه. این میگن ای داروسی ما باید شیطان باشه، رقاصه باشه، ساز باشه. این در مجموع کل همی کاری که انسان میکنه این چی است؟ شکستاندن عهد با الله هست. الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون، و قطع میکنن ما امر الله به ان یوصل،
و یفسدون و اینا چی میکنن؟ فساد میکنن فی الارض. اولئک هم الخاسرون. اینی گروه مردم کسایی هستند که خساره کردن. داخل دی چه نقص و زیانی کردی. از این خاطر میگه کیف تکفرون، کیف چگونه تکفرون کافر میشوین بالله و الله و کنتم امواتا در حالی که شما مرده ها بودین و کنتم و بودین امواتا مرده ها، یعنی شما پیش از اینکه پیدا شوین مثل مرده بودین، اصلا وجود نداشتین. شما چه قسم کافر میشین با ذاتی که شما مرده بودین فاحیاکم، با شما را زنده ساخت. امی که تو زندگی داری، امی زندگی تو، همین نعمت کی برای تو داده؟ الله برات داده. تو یه چیز نبودی، اصلا وجود نداشتی، نامت وجود نداشت، مثل یک مرده و نامت گم بود، اصلا کس نامت نمیاد. فاحیاکم، پس شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، باز شما را میمیرانه. ثم یحییکم، باز شما را دوباره زنده میکنه در روز قیامت و در بین قبر دوباره شما را زنده میکنه. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی از او رجوع میکنین. یعنی شما ناسپاسی نکنین، او ذاتی که تو را زندگی داد نبودی پس زنده ساخت، باز تو را میمیرانه، بس تو را زنده میسازن، پس به سوی الله رجوع میکنیم. از این خاطر ناسپاس نباش. والله ذاتی است که خلق لكم ما فی الارض جمیعا، در زمین تمام چیزها را بر شما خلق کرد. اکسیژن برتان خلق کرد، زمین برتان خلق کرد، نعمت ها را، درخت ها را، باغ ها را، آب و کل چیز بر تو خلق کرد. این کلش نعمت های الله هست که تو استفاده میکنی. شکرش باید بجای بیاریم. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، باز توجه کرد به طرف آسمان. فسواهن، پس مساوی خلق کرد امی آسمان ها را، 7 سماوات، 7 آسمان. و هو بكل شیء علیم، و الله جل جلاله به هر چیزی عالم است. یعنی تمام نعمت های الله است. تمام هدفی است که الله جل جلاله نعمت های خدا بیان میکنه تا که انسان مسلمان وقتی که نعمت های الله را بفهمه، بعد از او عبادت الله را با بسیار شوق، با بسیار محبت به عبادت الله مشغول میشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کو اجازه مولوی صاحب، ابرانو درونو دوستانو، بسم الله الرحمن الرحیم. بیا حمد الله تعالی په نوم باندې شروع کوم. ډېر خوشاله جده الحمدلله الله تعالی د موږ ته په دې پاک آیاتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او په دې آیاتو باندې ما تقریبا څو مسلې او څو کوم مهم مسائل چې ما ذکر هغه ایمان او بل عمل صالح عمل او بل ژوند چې الله تعالی موږ ته ژوند دې څه لپاره راکړی دی. اول براسو دې مسلې ته چې موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو او په الله جل جلاله باندې ایمان لرو او د دې آیاتونو په اخیستلو سره الحمدلله خدای تعالی موږ ته توفیق کولو په باندې عمل کولو باندې ته چې راکړي توفیق راکړي. درنو دوستانو، موږ تاسو نه واقعا له بد عمل نه موږ تاسو او دا ښه عمل کول واقعا ډیر اسانه ده. کني تاسو دوستانو زیو پښتنه کوم دا ټول سی دلته موږ کوم واقعا درنو دوستان تر ټول سی دي او په ډیره خپل فضا کې نو دغه زیو پښتنه کوم څوک تر راغلي دي واقعا دوه دلته اصل پر راغلي دي، خو دې لپاره راغلي چې او خپل په پوري الله جل جلاله راضي کی او عمل تر سره کی او دا څومره اسانه عمل ده. له بد عملونه خو ښه عمل واقعا ډیر اسانه ده. موږ باید دا کوشش وکړو چې همیشه ښه عمل وکړو. او بل راځو ایمان ته. دی حضرت علی کرم الله وجهونه یهودی رغه پښتنه جنې وکړه، ورته ویل چې یا علی که څنګه اته الله جل جلاله لیدل نه ده او ته پیغام باندې ایمان او باور لري. حضرت علی کرم الله وجهه واقعا ډېر فصاحت او بلاغت څښتنو او ورته ویل چې ته کله المرته ګوري المرته څومره کتل شي، ته واقعا المرته کتل شي. هغه ورته ویل چې زه علی کرم الله وجهه ورته ویل چې زه خو هغه ته یو دقیقه نه سم کتلای. نو حضرت علی کرم الله وجهه واقعا ورته خندا شو، ورته ویل چې ته دی الله جل جلاله هغه مخلوق ته چې هغه خلق کړی ته ورته وسن نشي کتلای، نو زه څنګه الله تعالی وګورم او پیدا کوم او هغه وینم. نو څومره د خوشحالي ځای ده الحمدلله. به هم د خوشحالي ځای ده چې موږ ټول دوستانه ټول سوي او د قران عظیم شان له خپل آیاتونه مستفید کیږو او ګټه ځین اخلو. بل مسله مولوی صاحب محترم دلته مطرح کړل هغه د ژوند و او په دې آیاتو کې راغلی و چې ژوند الله تعالی موږ ته څه لپاره راکړی دی. ژوند دې لپاره موږ تاسو مسلمانان ته راکړی چې هغه د اسلام د دین قران او کله په کله راکې په خطو ګورځنی ګټه واخلو. او واقعا همیشه دا کوشش موږ باید وي چې د خپل عمر څومره موږ ته الله تعالی راکړی دی هغه په کله کې مصرف کړو. تاسو وګورئ چې واقعا د دې دنیا کار څومره عمر یې کسل کله کې 50 کله کې هر څومره دا واقعا تیریدون کړه. د قیامت دی ورځې په مقابل کې موږ تاسو کدا 50 کله کسل کله کې هر څومره دیږي د نیمه ورځې د نیمه مطابق نه ده.
نو راځي درنو دوستانو چې موږ تاسو د خپل عمر د اسلام او د دین په خدمت کې تیر کړو او واقعا ډېر خوشاله ده بل تاسو دوستانو او مولوي صاحب محترم نس موږ ته دغه موقع مساعد کړی ده او واقعا د دې قرآني مسایلو موږ خبروي بیا هم زنده زړه دې کوم نه مننه کوم خوشاله او کامیاب اوسئ مننه خیر استاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از درس امروزی که جناب استاد محترم برای ما شما بیان کرد یک چند مسئله را از ذهن خود من چیز کردم و این بیان میکنم امید است که مورد استفاده قرار بگیره البته قسمت اول امی آیات مبارک و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات که خداوند در هر جایی در قرآن مجید از ایمان ذکر میکنه، یعنی انسانی که ایمان میاره امرایش همیشه عمل صالح ذکر است. یعنی تنها مثل که استاد محترم بیان کردن تنها به ایمان آوردن انسان کامل نمیشه، انسان به یک درجه به یک موقع به یک مقام نمیرسه، ولی در صورت به یک مقام میرسه که در پولش یک عمل صالح کنه که عمل صالح برای کل ما مشخص است که چی هست کدام اعمال است. البته در یک مسئله است که وقتی که ما عمل صالح میکنیم وقتی که ما چیز میکنیم خداوند میگه در مقابل همین اعمال صالحتان برای ما ذکر میکنه برای شما ما نعمت‌های آماده کردیم. این زندگی که ما شما در دنیا داریم یک زندگی بسیار کوتاه، حد اکثر 100 سال است که در بعض جای قرآن مجید ذکر است که وقتی که در روز قیامت از کفار خداوند پرسان میکنه و پرسان میشه که چقدر وقت زندگی کردیم، میگه روز یا نیمه روز یا یک وقت را گذشته. ببینید ما مثلا عمر ما تقریبا از 50 و چند سال تیر است، ولی که الان مثل یک خوار گذشته. شاید مثلا شما سنتان 30 سال است یا 40 سال است یا 20 سال است یا 10 سال است، همین تیر شدهش مثل یک خوار بر آدم چیز میشه. ولی خداوند اینجا برای ما یک وعده میکنه. مثلا ما روز میریم یک جای کار میکنیم، در آخر وقت این توقع داریم که مصاحب کار برای ما یک مقدار مزد بده و این از این مزد ما استفاده بکنیم، خوشحال هستیم و کار را به وجه حسن پیش میبریم که مزد بگیریم و خداوند در مقابل اعمالی که ما شما میکنیم برای ما مزد که برای ما داده میشه برای ما وعده کرده در قرآن مجید. و دیگه مسئله است که مثال یک بعودتن یعنی یک پشر خداوند ذکر کرده. تا هنوز بشر با می قدرتی که داره، با می عظمتی که بشر داره، با می تکنولوژی و با می پیشرفت علم و ساینس و اینایی که داره، هنوز مثل که استاد محترم گفتن هنوز انسان یک پشر مانده که یک بال پشر هنوز قادر نیست که بسازه. یعنی انسانایی که مثلا با یعنی از نظر مسائل علمی بسیار جای چیز انسانا به بسیار مدارج بالا رسیده، ولی که هنوز یک بال پشر انسان قدرت زیر نداره که بسازه. و دیگه مسئله مو عهد بستن است که ما بر خداوند عهد بستیم وقتی که کلمه مبارک خوانیم و یا وقتی که خداوند از تمام نسل آدم یک چیز گرفت، یک عهد گرفت که الست ربکم و کلی گفت که قالوا بلا. یعنی و ما باید با عهد که به امرای خود، اگر ما امرای یک دوست خود، امرای پدر خود، امرای مثلا اولاد خود، امرای یک عهد می‌بستیم، میگیم این کارو میکنیم. اگر ما عهد را که بستیم اگر با عهد خود وفا نمیکنیم، اما دوست ما شدیداً از ما خفه میشه شدیداً. و عهد را که با خداوند ما بسته کردیم باید از درون بسیار معتاد باشیم، باید او عهد با نهایت همو صلابت و با نهایت همو محکمیش باید نگه داریم که باعث خدای نخواسته باعث نارضایتی خداوند نگرده. خب پس همین چیزها را که ذکر کردیم اینا میگه کیف تکفرونه. ببینید خدا ما انسان هستیم، مثلا یک کسی میمیره ولیکن تماما قدرت روی زمین این میادی مرده را پزنده کردن نمیتونه. اینی که ما هستیم وجود داریم به میجه یک وجود فیزیکی داریم مثلا، ولیکن هیچ بشر هیچ قدرت هیچ چیز تا هنوز نیست که این مرده را پس دوباره برای یک دقیقه دوباره زنده بسازه و یه عالم چیز بکنه. ولیکن خداوند ما را حسداً به وجود آورد، هیچ چیزی نبودیم، پس دوباره ما را زنده میکنه، پس میمیرن و پس دوباره. پس اینجا خداوند قدرت خدا برای ما نشان میده که پس من قادر به این هستم که
در هر جایی که شما باشید، در هر مکانی که وجود داشته باشید، من پس شما را به طرف خود برگرداندم و شما را خود بگرداندم. این هیچ راه خلاصی بر انسان نیست جز از این که به خداوند تسلیم شوه و اوامر خداوند قبول بکنه. و دیگر مسئله است که وقتی که خداوند انسان را در روی زمین خلق کرد، مطابق ضرورت انسان تمام چیزها را برای انسان، ببینید مثل گوسال محترم و اکسیژن، مثلا خاک از گل، هر چیزی را که در روی زمین خداوند خلق کرده، ربنا ما خلقت هذا باطل است و خداوند هیچ چیز در روی زمین، ما فکر کنیم که مثلا یک زمان فکر میکنه که غده اپندکس در انسان یک چیز اضافی خلق کرده، ولی که نال ثابت شده که اضافه نیست در انسان. یک سابق عملیات میکردن و میکشیدن و مثلا چی حالا میگن که اگر کسی غده اپندکس در بدنش نباشه، این در رودهای بزرگش ممکن است سرطان پیدا شه و دچار مثلا مشکلات پیدا شه و بعضی چیزا پیدا شه. این خداوند حتی یک گرد را در روی زمین خلق کرده بدون موجب یا بدون غیر ضروری خلق نکرده. و دیگه مسئله خلقت آسمان است که هم بازم به خاطر همین انسان و به خاطر همین موجودیت انسان و به خاطر زندگی انسان خلق شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نرجع در اولش که میگه بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، شما الله سبحانه بشارت به برای کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالح انجام میدن. اگر با یک نظر کوتاه به زندگی داشته باشیم، خود زندگی ما کس یک وقت کوتاهی است. یکی دوم در زندگی ما کسیم زندگی و مرگ ما به خاطر امتحان است. اگر این ما درک کردیم که زندگی ما امتحان است و ما به خاطر یک امتحان خلق شدیم، یعنی ما امتحان میشیم در زیباترین و در خوبترین اعمال خود. و زمانی که ما ایمان در اعمال میشیم، پس چگونه باید تنظیم امور خود بکنیم که اعمال ما درست و مطابق شریعت باشد تا در امو امتحان ما کامیاب شویم. و چی زمانی ما میتونیم که اعمال خود مطابق با شریعت و قانون و دستور الله سبحانه بکنیم؟ این بر ما یک الله سبحانه خودش که اطلاق روان کرده که او قرآن عظیم شان و سنت است که هر وقتی که شما قانونتان و زندگیتان مطابق به عیار کردین، در اون صورت شما پیروز هستی، از این امتحان به کامیابی و طریقه به درستی به در میایین. و زمانی که اگر ما زندگی خود به اساسات غیر اسلامی عیار بسازیم و قرار بدیم، در این صورت ما کامیاب نمیشیم، چون نمیدانیم که اعمال درست ما کدام است و اعمال غیر درست ما کدام است. حالا وقتی که اطلاق بر ما روان شده قرآن عظیم شان و سنت است، ایرا که ما نفهمیم چطور میتونیم که زندگی خود عیار بسازیم؟ یعنی این قانون چطور میتونیم در صورتی که ما این قانون درک نکنیم و این قانون برش وقت ندیم، نفهمیم و ایرا در زندگی خود و در زندگی فامیل خود به گونه درست عملی نکنیم، وقتی که نفهمیم چطور عملی میکنیم؟ بنان این ضرورت میشه که باید این وقتی که بر درس ما داده دریشه ایرا به گونه درست تنظیم بکنی، تعداد زیاد از ایرا، مثلا این مفاهیمی که در قرآن عظیم شان است، این که تو را که برای افکار در قرآن شان این که مفاهیم نشه و این مفاهیم اعمالت را جهت نده به گونه درست انجام ندی، این برای فایده است. بنان ما باید وقت بدیم که اطلاق و این قانون درک بکنیم، بعد از اینکه درک کردیم در زندگی خود عمل بکنیم تا اینکه اعمال درست و غیر نادرست از این بفهمیم. بعد از او در امتحان کلاس ما برای ما قرار داده که هدف زندگی ما چی است، که اول خود زندگی امتحان، هدفش کسب رضای الله سبحانه. کسب رضای الله چه وقت میشه که تو اعمالت مطابق با دستور الله سبحانه انجام بدی. وقتی که به دستور و قانون الله عمل کردی، الله سبحانه راضی میشه. وقتی که راضی شه طبعا رضایت الله سبحانه سبب میشه که جنت بری. یگانه آرزویی که هر کس داره نیست که جنت بره، درست؟ جنت رفتن به میشه که تو فقط دستورش انجام بدی و الله سبحانه راضی شه، تو مستقیما جنت میری. فدای قرآن این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده کلام حق شنیده، فرزند نور دیده کلام حق شنیده، جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم
فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را.